بازم برگشتیم دوستای عزیز تا این بخش برنامه که از بانوان خیلی موفق کشور خود بازم در کنار خود دارم. بانو وجمه شجاعی یک نقاش خیلی موفق است که در کنار ما هست. سلام بانو وجمه، خوش آمدی، صحبت بخیر. سلام خدمت شما بیننده های عزیزان و همکارای عزیزان. تمنا دارم که یک روز خوب و عالی را تا این دم سپری کرده. شما سلامت باشین، زنده باشین. خانم تمنا، میشه در ابتدا از کارهایتان بگوین، از اینکه آغاز کارهایتان از کجا بود و با کدام مشکلات خانم وجمه دست پنجه نرم کرده؟ خب من خودم مکتب لیسه ملالای به اتمام رسانیدم. بعد از اینکه وارد امتحان کنکور شدم توانستم با به دست آوردن 236 نمره داخل 15 هنرهای زیبا بخش نقاشی شدم و مدت 4 سال اونجا بخش نقاشی را آموزش دیدم. دیگه جا دارم سپاسگزاری از استادای عزیزم کنم که در این عرصه ما راهنمایی کردن و خوشبختانه در سال 1395 من به درجه لیسانس از پانتون کابل فارغ شدم. بسیار خوب. خانم وجمه اینجا نقاشی خیلی زیبای خود هم آورده که میشه یکی ببینیم. دوستای عزیز خیلی زیبا هست و کتاب است، قلم است. اینجا هم در مهتاب بیرق افغانستان است. نمیفهم این چی است؟ خب این طرح قسم است که خود کلمه صلح هستک حرف صوتش توسط تفنگچه کار شده، یعنی بله. تفنگ بشکن قلم باز کن تا بیرق دوباره در اهتزاز درآید. زمانی که ما تفنگ از بین ببریم با علم و هنر خود میتونیم که صلح واقعی را بیاریم و میتونیم که راه خوب تر به خود دقیقاً این خیلی یک پیام داره که با تفنگ و قلم، کتاب، مهتاب ایره چی ساختن، صلح نشر کردن. واقعا خیلی زیبا هست. دوستای عزیز یک پیام است که یعنی هر هنرمند ما از طریق خود به خاطر صلح کار میکنه و همون نقاشی های خیلی زیبای دیگه هم است که نقاشی یک خیلی جالب است از یک طفل خیلی زیبا و مقبول است. دوستای عزیز واقعا زیبا است. دیدین چقدر زیباست. میشه بگوین از کارهایتان که امی نقاشی هایتان، یک نقاشیتان چی مدت را در بر میگیره که شما بالای از او کار میکنید؟ خب به نظر به موضوعات فرق میکنه. چینی موضوعات کم خردتر است از این لحاظ، اما چند ساعت را در بر میگه یا اگر دوامدار کار کنیم میتونیم در چند ساعت تکمیل کنیم. اگر وقفه بتیم میتونیم که مثلا در 2 شب یا 3 شب امور کار کنیم. یعنی اگر دوامدار بالای امی تصویر کار بکنین 2 ساعت در بر میگیره؟ شاید حداقل مو 3.5 یا 4 ساعت در بر بگیره. بس خسته نمیشین در 3.5 ساعت یا 4 ساعت که شما متواتر کار بکنید؟ خب دنیای نقاشی یک دنیایی است که اصلا در او خستگی وجود نداره. از دیدگاه خودم زمانی که نقاشی میکنم اصلا احساس خستگی نمیکنم. از این لحاظ وقتی که یک کار شروع میکنم دوست دارم که رو به اتمام برسانم. ماشاءالله خیلی خوب. دوستای عزیز اما تو نقاشی خیلی زیبای دیگه هم هست که تمامش پیام‌های خاص خود داره. میشه خانم وجمه درباره از این هم معلومات بدین؟ خب این طرح ما باید گفت که طرحی است که از ذهن خود کار کردیم و این خودش 50 است که هر کدامش یکی از بانوان در قرار گرفته. یعنی بانوان افغان مثل یک مشت واحد میتونه که در آبادی کشور سعیم باشه. واقعا خیلی زیباست. دوستای عزیز ببینید این تصاویر از خانمایی است که پلیس است، یعنی هر کدامش یک وظیفه خاص خود داره دیگه. یک خانم میتونه اگر واحد باشن مثل که خانم وجمه گفت هر کار بکنن. خب دوستای عزیز اینجا تصاویر دیگه هم از زلابلا نشان خواهد داریم. میشه بگین که امین نقاشی به چند نوع هست و کدام نوعش شما بیشتر بلد هستین و کار میکنین؟ خب خود نقاشی مکتب ها و سبک های مختلف از خود داره. مثلا بخش ریالیسم از واقعیت گرایی است، کوبیسم از مفهومی است. اما تو سبک های مختلف و داره نوعیت های مختلف داره. مثلا آب رنگ پنسل است و رنگ روغنی است. اما تو مختلف است، ولی من خودم زیادتر کار میکنم واقعیت گرایی است. دوست دارم که همیشه ریالیسم واقعیت ها رو به جامعه خود تقدیم کنم و خودم همیشه فکر ایده برزی است که آنچه که در ایده خودم است رویدادها و حوادثی که در افغانستان در جامعه امروزی مسئول به تصویر بکشم. از این لحاظ هم طرحهای ما واقعیت گرایی است، هم میتونیم به شکل مفهومی بگوییم. وقتی که بیننده در او میبینه او را باید در ذهنش یک سوال برانگیز باشه، یعنی طرح چی است و بتونه در او یک لحظه حداقل فکر کنه و آنچه که در تصویر است را به خود بگیره. دقیقاً. و این تصویرم خیلی زیبا هست.
خب این چند تصویری که امروز در برنامه شما آوردیم این چند تایش هسته که به رنگ های سیاه سرخ سفید کار شده که امروز ما خوان ازی هستیم که در خصوصا در بین خانواده ما اگر ما میخوایم زندگی مرفه داشته باشیم باید روی ازی کار کنیم که زندگی سرآغاز از عشق و مهر محبت آغاز شده و الگوی زندگی انسان ها مهر محبت از وقتی که ما در خانه های خود مهر محبت جاگزین نسازیم در و دیوار خانواده خود با عشق و محبت مهر خود والدین تزیین نکنه ما چگونه میتونیم که یک زندگی مرفه را داشته باشیم اطفال ما که در او خانواده‌ای که هستن به استعدادهایشون شگوفایی ببخشیم به رویاهایشون اونا رو امید و اعتماد بدیم از اون لحاظ ما باید همیشه به روی خانواده خود روی سوژه های مهر محبت کار کنیم تا باشه که بتونیم که زندگی خود به شکل خوبتر سپری کنیم امروز ما شاید برزی هستیم که فرزند برای پدر خود حاضر بر از این نیست که باید برش بگه که واقعا من پدرم تو رو دوست دارم یا پدر برای فرزند خود ایره اظهار بکنه که پسرم یا اولاد ما از بودن در دنیا متشکر هستیم این فضا در خانواده اصلا هیچ شکل نگرفته و از این لحاظ طرحهایی که ما کار کنیم روز سوژه های ازی است که مهر محبت باید بین خانواده ها وجود داشته باشه امروز ما شاید برازی هستیم تا زمانی که یک عید برگزار نشه ما برای خانواده خود یک یعنی اظهار مهر محبت نمی کنیم تا ای که عید بیاید که ما باید دستای پدر مادر خود ببوسیم از این لحاظ ما باید از این سوژه ها الگوی بگیریم تا بتونیم که حداقل امروز که آغاز میکنیم با محبت پدر مادر خود آغاز شود دقیقاً واقعا این هم پیام خیلی خوب داشت بر فامیلای عزیز این مشکلات هست در جامعه ما و اینجا هم یک مادر با یک طفلک خیلی نازنین خود است که گفت که با رنگ های سرخ اینا را ترتیب دادیم تا پیام خوب داشته باشه واقعا محبت مادر و پدر مادر با طفل خیلی یک محبتی است که هیچ جای و هیچ کس نمیتونه او را بر ما بده خداوند هیچ کس از محبت مادرش محروم نسازه و همه تو تصاویر دیگه هم هست میشه من نشان بدم و خانم وجمه بر ما بگه که تصاویرش چه وقت در بر گرفت و این تصاویر یعنی ذهنیت چه از کجا میکنین هر تصویر باید بالش فکر شوه و تصمیم گرفته شوه خب چون ما دوست دارم همیشه پیام هایی که نه تنها مثلا حوادث افغانستان بعض از سوژه هایی را بر مردم خود نشان بدم که از او یک الگوی بگیرن از این لحاظ زیادتر فکر میکنم روی سوژه ها تا بتونم که موضوعات را به تصویر بکشم که حداقل مردم وقتی که ببینه یک انگیزه مثبت به خود بگیره واقعا اینجا هم دو پسرک است خیلی نازنین هستن این مهر محبت دو برادر را نشان میده که در یک فضای صمیمیت با هم صحبت میکنن واقعا خیلی زیبا است دوستای عزیز شما هم ببینید بعض قسمت های شکل رنگه نکردن در تصویر خوبتر معلوم نمیشه اونا پنسیلی هستن یکیش رنگ است یکیشم سیاه سفید چون در کل ترکیب سه رنگ است سیاه سرخ سفید از این لحاظ فقط همون سه رنگه و این هم مادر و پدر و یک پسرک نازنین هست که خیلی تصویر هم زیبا هست و همگی دوست دارم یک فضای آرامش در خانوادهش باشه که خداوند در وطن ما هم صلح بیاره تا همه مادرها و پدرها در کنار اولادهای نازنین خود باشن اما ما در این اواخر زیاد شاهد جدایی پسرها بودیم از مادرایشان این هم یک دخترک زیبا هست همکارم میگه مثل خودت با گودی های خود بازی میکنه واقعا خیلی زیبا است این تصویرشانم یک تصویر خیلی زیبا از پرنده ها است این هم میتوانیم گفت که مهر محبت حیوانات بین یک دیگه الگوهایی هستند که ما باید از او پند بگیریم تا بتانیم که مهر محبت بین خود ایجاد کنیم دقیقاً واقعا خیلی تصاویر زیبا بود خانم وجمه ما قبلا هم با خانم وجمه معرفی بودم و از کارهایشان از زحمتهایشان دیده بودم خیلی زحمت میکشن خانم وجمه در خانواده کیها بیشتر تشویقتان میکنه در این راستا
خب باید گفت که ما تا امروز در این جایی که رسیدیم همش از برکت خانواده‌ام بوده و من سپاسگزارشان هستم. هر کدامش نقش و جایگاه خاص خود را داشته که اونا مر تشویق کردن که تا اینجا برسم، چون تا تشویق خانواده، حمایت خانواده نباشه یک دختر خانم اصلا اجازه ورود از خانه رو یعنی به بیرون نداره. از این لحاظ ما از خانواده‌ام تمامش اشخاص هستند که واقعا مرا حمایت میکنن و ما مدیونشان هستم. فضای نقاشی در جامعه ما چگونه است؟ آیا مردم هم علاقه داره یا خیر؟ به نظر به که جنگ های مختلف در افغانستان سپری شده، سطح هنر و جایگاه هنر واقعا جایگاه پایین به خود به دست آورده، ولی در این اواخر هنرمندایی که در این راستا کار میکنن تلاش برزی دارن تا بتونن که هنر پس جایگاه اصلیش در افغانستان بر مردم خود معنی واقعیش برسانن. ولی امروز ما شاید برزی هستیم که مثلا در هر بخش یک اطلاع رسانی است، ولی در بخش هنر مثلا منبع یا جایی نیست که هنر به شکل خوبترش به مردم به تعریف ذهنیت سازی بر مردم کنه. از این لحاظ اشخاصی که تا وارد دانشگاه کابل میشن و میخواین که پنځه هنرهای زیبا یا بخش هنر بخونن، اصلا خانواده‌شان راضی برزی نیست، چون اونها هنر یک تعریف ناخوشایند در ذهنشان است. از اون لحاظ هنر تا افغانستان نتونسته هنوزم جایگاه خود به دست بیاره، ولی ما کوشش برازی میکنیم تا بتونیم آنچه که هنرمندا پیام رسانای خوب جامعه هستند از طریق نمایشاتی که میگیرن، از طریق کورس هایی که دایر میشه، از این لحاظ بتونن که هنر به شکل خوبترش بر مردم خود یک تعریف خوبتر در ذهنهایشان جای بده. ان الله. پلان های آیندهتون چی است؟ های اما قسم ادامه میدین کدام پلان بزرگ هم دارید روی دست؟ خب دوست دارم که الگویی باشم در سطح خود هنر بر افغانستان. امروزه ما شاهد برازی هستیم که در بخش خود هنر نقاشی همیشه نام از آقایان برده شده، یا ما هنرمندایی که داریم مشهوری هستند که اونا همیشه از آقایان بوده، ولی من خواهان از این هستم که تا بتونم آنقدر تلاش کوشش کنم که بتونم حداقل نام در تاریخ افغانستان از سطح هنرم از یک بانوی در افغانستان باشه که بتونه که در راستای هنر پیام هایی که داره او رو بتونه به سطح جهانیان برسه. همیشه هیچ وقت دست از تلاش بر نخواهم داشت تا اینکه موفق شوم. ان شاء الله خانم وجمه ما شاهد از این باشیم که همگی خانم وجمه نه تنها در داخل کشور در سطح جهان شما را بشناسند و نقاشی هایتان مردم استفاده بکنن. خانم وجمه میشه پیامتون به جوانان داشته باشین و کسانی که علاقه ندارن به هنر؟ خب ممنون شما. دیگه پیام ما بر مردم خصوصا بر بانوان عزیزی است که هیچ وقت دست از تلاش نکشن، بیان راههایی را طی کنن که به موفقیت برسن. و بر خانواده‌های عزیز ما پیام ای است که بتونن که مهر و محبت در خانه های خود جاگزین کنن تا بتونن اطفال و خانواده ها به شکل مهرآمیز و به شکل آرامش بخش زندگی کنن. ان شاء الله. سپاس از شما که دعوت ما رو پذیرفتین و آمدین. دوستای عزیز، فکر کنم ویدیویی را همکارانم آماده کرده. ویدیو را می‌بینیم، بازم در ادامه برنامه با ما باشین. گرجستان، کشوری که در منطقه قفقاز اروسیا قرار دارد. این کشور که در سرحد آسیای غربی و اروپای شرقی قرار دارد، از غرب با دریای سیاه، از شمال با روسیه، از جنوب با ترکیه و ارمنستان و از جنوب شرق با جمهوری آذربایجان هم مرز است. پایتخت و بزرگترین شهر آن تبریز است. مساحت گرجستان 69700 کیلومتر مربع و جمعیت آن در سال 2016 حدود 372 میلیون نفر بوده است. گرجستان یک جمهوری متمرکز نیمه ریاستی است و حکومت آن از طریق دموکراسی نیابتی انتخاب می شود. گرجستان یکی از کشورهایی است که در هر دو قاره اروپا و آسیا قرار داشته و یکی از اهداف مقامات سیاسی است. تبریز پایتخت گرجستان عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو است که گرجستان در حال حاضر عضو ناظر در اتحادیه اروپا و ناتو می باشد. مردم بومی گرجستان مردم گرجی، مسیحی، ارتدوکس و پیرو کلیساهای ارتدوکس گرجی هستند. گرجی ها به زبان گرجی سخن می گوید که زبان رسمی کشور گرجستان با الفبای گرجی نوشته می شود و یکی از 14 الفبای موجود در جهان می باشد.
دیرینگی زندگی انسان‌ها در گرجستان به 1,800,000 سال پیش می‌رسد که گروهی از انسان‌های نخستین موسوم به انسان گرجی در آنها می‌زیستند. گرجستان در زمان باستان به نام ایبریا شناخته میشد و امروزه در اکثر زبانها به اشکال گوناگون واژه یونانی و مانای کشاورزی شناخته می شود. از زمان بنیان پادشاهی گرجستان باستان با همان ایبریا توسط بارناواز یکم در سده 4 پیش از میلاد تا زمان حمله مغول به گرجستان در سده 13 میلادی پرفراز و نشیب را با ایستادگی در برابر حملات ایرانیان، عثمانی‌ها، روس‌ها گذرانده که واپسین مورد آن حمله روسیه و گرجستان در سال 2008 میلادی است. گرجستان بین 41 درجه و 7 دقیقه تا 43 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی، 40 درجه و 4 دقیقه طول شرقی واقع است. این کشور به صورت طولی و امتداد مدارات کشیده شده و طول آن حدود 370 کیلومتر، حد اکثر عرض آن 200 کیلومتر و طول قطر بزرگ آن 613 کیلومتر است. مساحت گرجستان 69,900 کیلومتر مربع و اندکی بزرگتر از سریلانکا و کوچکتر از سیریلایون است. این کشور بزرگترین از کشورهای اروپای مرکزی و آسیای شرقی مانند هنلند و بلژیک، اتریش، دنمارک و کره جنوبی، ارمنستان، کرواسی، استونی، لیتونی می باشد. گرجستان در شرق با جمهوری آذربایجان هم مرز است که طول آن 3744 کیلومتر می باشد. دورای عمده ارتباطی گرجستان با شرق، دریای خزر و ایران از این نقطه می‌گذرد.